سلام، من 10 روز وقت دارم تا خواستن تابلویی که میتونم از کوروش بزرگ بکشم رو تحویل بدم. برای موهاش دوست نداشتم که فقط نقاشی باشه. دلم می‌خواست یه حالت طبیعی بودن و زنده بودن به کارم داده باشم و رفتم موی مصنوعی تهیه کردم و اومدم خودم توی خونه شونه‌شون کردم و ویبشون کردم. اینجا هم دارم سوهان میکشم خود کارمو تا بتونم جزئیات بیشتر رو در بیارم و یه سطح صافتر داشته باشم برای رنگ‌آمیزی صورتش. اینجا نیاز داشتم به این کیسه های مویی شینیون که خودم درستش کردم. یه بار دیگه زمینه کارمو سنباده زدم و شروع کردم به رنگ زمینه رو دوست داشتم که یه حس و حال قدیمی بهم بده. پس شروع کردم به رنگ سازی و این ترکیب رنگ رو انتخاب کردم. طی چند مرحله رنگ‌آمیزیش کردم. بعد می‌ذاشتم این خوش میشد، بعد هی بهش اضافه می‌کردم و اینجا هم خسته شدم و نشستم یه گوشه. این کیسه مویی رو یه بار دیگه گوشم رو کارم ببینم اندازه. بعد اینجا موها رو می‌بینیم و بعد تصمیم گرفتم که برای کلاهش برم ورق تهیه کنم. رفتم خریدم اومدم. توی پارت بعدی می‌بینم جوجو.